برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهر پنجکند منظورتون است. السلام علیکم. از کمیسیون دعوت جوانان به خدمت حربی و کمیسریت حربی شهر پنجکند خوشخبر رسید. نخستین شده در حدود ولایت سوخت شهر باسانی پنجکند نقشه دعوت جوانان به خدمت حربی را 100% اجرا نمود. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1997-2006 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی پیش از مهلت به اجرا رسیده، نقشه دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی در ولایت سوخت نخستین شده اجرا کرده شد. برای به این نتیجه نائل آمدن مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، کمیسیون شهری دعوت به خدمت حربی، ستاد دعوت، کمیسریت حربی شهر یکجا با مقامات مأموری در همکاری با جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، فعالان جهتی به خدمت حربی آماده نمودن جوانان سنی دعوتی از جمله جلب آنها به مکتب رانندگی، تشکیلات مددگاری مدافعه، توسعه کارهای ترغیباتی در بین جوانان سنی دعوتی، والدان کار زیادی را راه اندازی نمودند. این امکانیت فراهم آورد که 10 نفر جوانان وطن دوست با کمیسیون دعوت مراجعت نموده با امر دل خدمت وطن مادر را اختیار نمودند. حالا نواسکران پنجکند در قسمهای حربی مملکت برای صداقت به وطن به پیشروی معظم ملت سوگند یاد کرده در حفظ زیرکانه و جسورانه این مرزبوم مقدس جانیسارانه خدمت میکنند. سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام شده است. معاون یکم رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فعالیت کارخانه‌های صنعتی شناس شدند. در دوره سفر کاری در شهر و دهات پنجکند، معاون یکم رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده با همراهی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با فعالیت چند از کارخانه‌های صنعتی شهر پنجکند شناس شدند. اطلاع داده شد که عین زمان در شهر و دهات پنجکند 44 کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. در 4 ماه سال 2024 3 کارخانه خرد صنعتی با 22 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. صنعت یکی از ساحه‌های کلیدی اقتصادی مملکت‌ها و تولید کننده اساسی نعمت‌های مادی به حساب رفته، رشد آن به پیشرفت بخش‌های دیگر اقتصادیات زمینه مساعد می‌گذارد و نفوذ و موقع دولت را در عرصه بین‌المللی استوار می‌نماید. صنعت همیشه تکان دهنده اقتصادیات است. از اینجاست که در تمام جهان برای رشد آن پیوسته کوشش می‌نمایند. در جمهوری تاجیکستان نیز به این ساحه توجهی خاص ظاهر می‌گردد. دوام سالهای صاحب استقلالی برابر کارخانه‌های صنعتی موجوده باز ده‌ها چنین کارخانه و زوادها ساخته به استفاده داده شد. جمهوری تاجیکستان صنعتی کنانی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. ضمن بازدید به راهبران کارخانه‌ها و مسئولان ساحه صنعت جهت وسیع نمودن استحصالات و زیاد کردن جایهای کاری دستور داده شد. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. در جریان سفر نوبتی کاری با جماعت دهاتی سویچینه، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده توجه راهبران و متخصصان و سهامداران زمین را با استفاده ثمره بخش آب و زمین و زیاد کردن کشت کارتوشکا جلب نمود. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در جماعت دهات سویچینه تحت راهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق ستاد اوید به کشتی بهاری با اشتراک معاونان رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان جماعت‌های دهات، خواجگی‌های دهقانی گذرانیده شد. در ستاد رئیس شهر پنجکند از معاونان رئیس شهر، رئیسان جماعت‌های دهات و راهبران کارخانه و تشکیلات‌هایی که در اساس
اساس امر رئیس شهر پنجکند به جماعت‌های دهات مسئول گذاشته شدند، اوید اجرای نقشه کشتی بهاری از جمله کارتوشکا حسابات پرسیده، توجه راهبران خواجگی‌های دهقانی را به وسعت کشتی بهاری ثمرناک استفاده بردن هر وجب زمین جلب نمود. به راهبران مسئول سپارش داده شد که جهت برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته در اجرای نقشه کشت با تخمی و آب پالایزی تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی چاره‌های ضروری اندیشند. ستاد اوید به کشتی بهاری را رئیس شهر پنجکند جنبست نموده از راهبران شخصان مسئول دعوت به عمل آورد تا سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانов. بخشیده به روز بین المللی اویلا، محفل معرفتی و فرهنگی تحت عنوان اویلا سرچشمه خوشبختی برگزار گردید. اویلا در فرهنگ مردم کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویلا تشکل می‌یابد. آبادی وطن از آبادی هر خاندان اویلا و آبادی خاندان از فراست و معرفت اویلاداری والدان سرچشمه می‌گیرد. همه ساله سنه 15 می را در سراسر کشور عزیزمان تاجیکستان روز اویلا جشن می‌گیرند. به مناسبت روز اویلا طبق نقشه چهاربینی شعبه کار با زنان و اولی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در طلبخانه مهر و محبت 13 اویلاهای بهترین شهر و دهات پنجکند گرد آمده بودند. معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده چهاربینی ادانه را افتتاح نموده چنین گفت: چنانکه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان در یکی از برآمدهایشان قید نمودند، اویلا در فرهنگ مردم کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است و بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری، همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویلا تشکل می‌یابد. اویلا در همه دور زمان جهت تشکیلیابی جامعه و رشد فرهنگ و معنویات ملت و دولت‌ها نقشی سازگار دارد، زیرا کلیمی همه گونه دستاورد و پیشروی جامعه اویلاهای سالم و استوار به شمار می‌روند. مسلم است که اساس جامعه سالم را اویله سالم و نسل سالم تشکل می‌دهد. در این روز می‌خواهم توجه زنان گرامی را به مسئله تربیت اخلاقی و معنوی فرزندان برای راست هدایت نمودن آنها در نهاد آنها از کودکی جای نمودن احساس وطنداری و وطنپرستی، عزیز و گرامی داشتن این آب و خاک مقدس و دانش اندوزی هنر آموزی آنها گرامی داشتی اویلا جلب نمایم. با همین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما را با مناسبت فرارسیدن روز بین المللی اویلا تبریک و مبارکباد می‌نمایم. سلامت و سربلند باشید. با اولیاهای نمونوی شهر و دهات پنجکند سپاسنامه و با تحفه‌های رئیس شهر پنجکند قدردانی نمودند. اینچنین به 5 نفر نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و به کودکان نوزاد شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطروی از جانب اداره ثبت اسناد حالات شهرونده به طور رایگان سپاریده شد. از جانب کارمندان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برنامه کنسرت نمایش داده شد. در خاتمه چهاربینی بانوان فعال را با سپاسنامه و تحفه رئیس شهر پنجکند سرفراز نمودند. یادآور می‌شویم که برنامه علاهیده از برگزاری روز اویلا روزهای نزدیک نمایش داده می‌شود. گزارش دلشاد حلیمова، خیام جورایف و شهباز قربانov. برنامه را ادامه می‌دهیم. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 71 شهر پنجکند دوره شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار گردید. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکند دوره شهری آزمون
فروغ صبح دانایی کتاب است از روی 6 نامیناسیا برگزار شد. در آزمون 495 نفر خوانندگان غالبان دور اولی این آزمون برای سنجیدن استعداد و مهارت خویش از روی نامیناسیاهایی که آنها انتخاب کرده بودند شرکت ورزیده از طرف هیئت حکمان و داوران به آنها بهاهای موافق داده شد. از جمله راهبر نامیناسیای ادبیات معاصر تاجیک، نامزد علم‌های فیلولوژیا، مدیر شعبه علم دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین گلپری شریف و جریان نامیناسیای ادبیات معاصر تاجیک را چنین شرح داد. یکی از برتری‌های آزمون امسال در آن است که پدر و مادران، استادان و مخلصان آن همه اشتراک کنندگان می توانند در آمده در اشتراک فرزند خود شرکت ورزند. اشتراک کنندگان آزمون می توانند هم از روی اشعار ادیبان معاصر، از روی اثرهای نثری آنها، از روی لغتدانی، از روی بلاغت سخن، لغتدانی، راویگی برآمد نمایند و قید کردن لازم است که آن همه مهارت سنجی دانشجویان و اشتراک کنندگان نسبت به سالهای پیشینه خیلی در سطح بالا می ایستد. طور در بالا ذکر نمودیم از همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی در این آزمون داوطلبان و غالبان دور مکتبی شرکت ورزیدند. خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه یاری صفورا قربانو و اندیشه هایش را درباره اهمیت این آزمون چنین ارزیابی کرد. طی چند سال است که در میهن جان ما تاجیکستانی عزیز ایدی گرامی داشت کتاب با شکوه و شهامت خاصه ادامه دارد. خلق تاجیک از قدیم الایام صاحب کتاب و قلم و علم و معرفت بود، هست و خواهد ماند. این عنعنه‌های نیاگانمان را پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ادامه داده آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را بهر تمام قشر جامعه راه اندازی نمودند. ما اشتراکچیان این آزمون غالبان دور ولایتی منتداری به پایان خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که بهر ما چنین آزمون ها را راه اندازی می نمایند. همینطور دور شهری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است با انجام برسید. ضمن صحبت دیرکتور مرکزی دریافت و استعدادهای شعبه معارف شهر پنجکین، کاتب مسئول دور شهری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است واریس باباجانوف نتیجه های این آزمون را چنین به ما توضیح داد. در اساس قرار رئیس شهر پنجکین از 1 مارس سال 2024 تحت رقم 78 در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه رقم 71 شهر پنجکین از سنه 6 می سال 2024 تا سنه 8 می سال 2024 دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. در آزمون همگی 495 نفر داوطلبان از روی 6 نامیناسیا اشتراک نموده، همگی 79 نفر به دوری ولایتی راحت گرفتند. برای در سطح بلند برگزار نمودن آزمون و نشان دادن شفافیت پیش از آزمون در جریان برگزاری آزمون ما دفتری عرض و شکایت ها آماده نموده بودیم و تا آخر آزمون یگان عرض و شکایت خطی با قید گرفتن نشده است و کمیسی اپلیکاسیونی اسباب استادان صاحب تجربه، روزنامه‌نگاران، شاعر نویسندگان تأسیس داده شده بود و تا انجام آزمون و تا برآمدن نتیجه ها یگان نفر خطی از اپلیکاسیونی پیشنهاد نکرده است. چند نفر دعواهای شفاهی داشتند و به داد آنها رسیده دعواهایشان را طبق نظامنامه آزمون به اساس شمارده شد. رقابت بیشتر در بین ادبیات کودکان صنف‌های گروه اول صنف‌های 1 و 4 و گروه دوم خوانندگان صنف‌های 5 و 8 نهایت زیاد بود. در همین صورت وقتی که رقابت که هم زیاد شدن گرفت، البته
نافهمی‌ها و ناجوری‌ها نیز زیاد به سامون می‌رسد. اما در جریان برگزاری آزمون تا آخر یگان خیلی قانون ویرانکنی به نظر نرسیده است و آزمون نهایت در سطح بلند و شفاف برگزار گردید. ҳамин тавр 79 нафар ғолибони даври шаҳри озмун ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд ки мо ба онҳо комёбиҳо ва муваффақиятҳо таманно мекунем. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. маъмурияти маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент барои ишғоли мансабҳои холии хизмати давлатӣ, сардори шӯъбаи муҳосибот ва банақшагирӣ ва мутахассиси озмоишгоҳи масолиҳи сохтмонӣ мутахассисонро даъват менамояд. талабот барои сардори шӯъбаи муҳосибот ва банақшагирӣ собиқаи корӣ на камтар аз 3 сол ва барои мутахассиси озмоишгоҳи масолиҳи сохтмонӣ доштани таҳсилоти олии касбӣ. хоҳишмандон санадҳои зерин аз ҷумла диплом, дафтарчаи меҳнатӣ, варақаи шахсӣ ба ҳисобгирии кадрӣ, санад дар бораи надоштани доғи судӣ ва маълумотномаи тиббиро пешниҳод намоянд. телефонҳо барои тамос 5668 ва 92 754 27 32. такрор мекунам 5668 ва 92 754 27 32. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз